چجوری یه سلفی خوب و تمیز تو آینه بگیرید. اول از همه لطفاً موبایلتون رو یک دستی بگیرید، نه دو دستی. اگه نگران اون لرزش دست موقع عکس گرفتن هستید، روی تایمر بذارید. مورد دوم، موبایل رو جلوی صورت و یک مقدار پایین‌تر نگه دارید. این زاویه باعث میشه که قدتون طبیعی بیفته و فرم بدنتون دفرمه نشه. مورد سوم، از لنز اولترا واید یا نیم که در دوربین می‌بینید برای این جور عکس‌ها استفاده نکنید. این لنز به عکستون ابجاج میده، صورتتون رو ممکنه پهن‌تر کنه و یا حتی قدتون رو کوتاه. پیشنهاد می‌کنم از لنز تله استفاده کنید که در دوربین موبایل میتونید با 2x، 3x، 4x یا حتی 5x اون رو ببینید. هم فضای عکستون محدودتر میشه، اون شلوغی هم کمتر میشه و تمرکز روی شما بیشتر میشه. و در آخر اون فوت کوزه‌گری. دیدید در آینه که عکس میگیرید نور کامل پخش میشه، بعضی وقتا اصلا نور خوبی نمیشه. اینجا رو نگاه کنید. وقتی میخواید عکس بگیرید کلیک کنید روی خودتون و اینجا یک مقدار نور رو کم کنید. همین کار باعث میشه که اون پخش نور رو نداشته باشید و قاعدتا عکستون نور خیلی بهتری خواهد داشت. ضمناً حتما یادتون باشه که آینه رو قبل از عکاسی تمیز کنید، چون اگر روی آینه لکه یا کثیفی باشه ممکنه فوکس روی اون قرار بگیره و عکستون کاملا تار بشه. اگر از این جور عکس‌ها زیاد میگیرید در ویدیوی بعدی توضیح میدم که نورتون چه شکلی باشه، چه آینه‌ای انتخاب کنید، فضاتون چه شکلی باشه و حتی از چه زاویه‌ای عکس بگیرید.